بپرسم، چون خیلی همش میگن ما دوست داریم این بیزنس رو انجام بدیم ولی میترسیم که موفق نشیم. میخوام جیران جون مدتی هستن حالا خودشون معرفی میکنن، با توجه به تجربه‌ای که داری چه توصیه‌ای داری برای این عزیزان؟ سلام عزیزانم، بینندگان عزیز. میخوام بهتون بگم که من هم اولش که اومدم وارد این بیزینس شدم هیچ اطلاعاتی، هیچ بک‌گراندی از فضای مجازی سوشال مدیا نداشتم. همیشه ترس داشتم که نکنه این همه اطلاعات رو من بتونم یاد بگیرم، ولی به محض اینکه وارد این بیزینس شدم یک کوچ و یک منتور، کوچ عزیزم سودابه جون عزیزم و یک منتور عزیز از انگلستان منو ساپورت کردن و ویدیوهای کوتاه با اون پکیج یادگیری که داشتیم بهم دادن، آموزشی که داشتیم بهم دادن و من فکر می‌کردم شاید مدت‌ها طول بکشه که من بتونم یاد بگیرم، از پلتفرم‌ها استفاده بکنم، تبلیغات انجام بدم، ولی فکر می‌کنم ظرف مدت 20 روز من اینا رو یاد گرفتم. البته من وقت زیادی گذاشتم چون که توی خونه بودم، کار بیرون نداشتم، وقت زیادی گذاشتم و تونستم به راحتی یاد بگیرم. این بیزینس آنلاین مزایای خیلی فوق‌العاده‌ای داره، احتیاج به مهارت خاصی نداره، بک‌گراند تحصیلی خاصی نمیخواد، زبان انگلیسی خیلی خوبی در حد عالی نمیخواد، همین که شما متوجه بشین بفهمیم کافی هستش. تمام ویدیوها به زبان فارسی هست یا حتی میتونین از اپ‌های مختلف استفاده بکنین و با زیرنویس فارسی هر نوع ویدیویی رو شما ببینید. عالی. بعد جیران جون قبل اینکه بیای اصلا هیچ وقت با سوشال مدیا کار کردی؟ بک‌گراند خودت چی بوده کاری؟ بله، من 30 سال توی ایران مدیر مالی بودم، توی شرکت‌های بزرگ کار می‌کردم، ولی خب هیچ موقع نمیتونستم، یعنی حتی فرصتشو نداشتم که بتونم تو فضای مجازی برم کاری انجام بدم. شاید چند ماه یک مرتبه میرفتم یه کاری رو انجام میدم، یه پستی میذاشتم یا یه عکسی رو از خانواده و فامیل دانلود می‌کردم اونجا میذاشتم برای اون گروه‌های خانوادگیمون. ولی بعد که اومدم با این بیزینس آشنا شدم خیلی عالی تونستم که ظرف همون 20 روز که گفتم تمام پلتفرم‌ها رو یاد بگیرم، باهاشون کار بکنم، به خاطر آموزش‌های ساده و راحت و دقیقی که داره و هر زمانی که به مشکل برمیخوردم در هر ساعتی از شبانه روز منو ساپورت کردن و مشکلاتمو حل کردن. آره واقعا بهتون توصیه می‌کنم. من خودم یکی از